بیا بکش آخه. تو چی کار میکنی؟ دستم را سرده. اگر مرا کشتن نمیخواستی جسور باش. جرأت که کردی به انجام رسان آخر دکتر. دلسوزی لازمی نیست. بزن. میخواهید با شما کمک رسونیم با شما کمک لازم خودتان رو است. چگونه احساس میکنید مایوری جناب؟ تجلی زنگ زنی. مسئله کامراهای نظاراتی را حل کن. فهمم. جناب حالتون خوب است؟ چی واقع شد؟ جنجال کردم. تو چی کار میکنی؟ دیوانه شدی مگر؟ تو خودت کیستی ها؟ پروکورور محمدانا؟ مرا همراه خواهرم با تو کی رو میزنی لعنتی؟ من تو رو پیش میکنم. چی کاری که میخوای کردن گیر؟ جانی مرا بگیر. بکش مرا. گمان میکنی که میترسم ها؟ مگر با من مهم است؟ من میدانم پروکورور یگیت. من میدانم که تو دادری فرهاد اصلان میباشی. ترسیده؟ نترس. کو بزن. بیا. سرده. بیا آخر. بزن بگویم. سرده خواهش میکنم سرده داد میگویم سرده آقا. چه شد؟ مگر کشتن نمیخوایی؟ نه ناخوز خودم را گم کردم آخر. نه انا همه چوری ناغاز میشود دکتر. تو حتی نمیفهمی که چی واقعیه شد. زخمت رو محکم کن. زخمت رو محکم کن. در این خانه داروواری هست یا نه؟ یگان موادی داروواری هست؟ اکنون در وجود تو نیروی نیکی بالا گرفت. چطور؟ ناگهان در یک لحظه قریب بود که تو قاتل می شدی. در یک لحظه با یک قدم آدنت تو به طرف تاریکی گذشتی. تو نهایت زود مطابق شدی. ببین تو به شیر مبدل گشتی وقتی که دومت را زیر کردن. ببین تو قاتل گشتی. خوش آمده به دنیای ما. اکنون تو هم از گروه مایی. اگر من میخواستم با یک ضربه تو را میکشتم. با یک ضربه. اگر شرایان خوابت رو میبریدم جا به جا میمردی. من دکترم و این کارو نکردم. فهمیدی؟ ضربه رو به خصوص به شکمت زدم. اکنون این رو بگیر و حل کن. بیا این هم تو بچون این کارو عادت کرده ای. رد کردن حلی مسئله نیست. فهمیدی؟ تو زیستن را یاد گرفته ای. بعضا تو خودت در انتخاب کردن عاجزی میکشی. ناگهان میبینی که به تاریکی افتاده ای.
تو چگونه مرا با این کار همراه کردی ها؟ تو با چشمانی من نگاه کرده با من دروغ گفتی. تو همراه برادرت خواهری مرا کشتنی بودی ها؟ من تو رو آدمی سوبیده دیلم را برای تو باز کردم، با غمم شریک کردم. من با انسانی تو امید میبستم، ولی سیب از درخت دور نمیافتد. از دادر فرهاد اصلا چی هم میشود که انتظار شوی؟ با من نگاه کن، اگر خواهی از سرم پرم با محبس بکش، فهمو؟ من چیزی رو از دست نمیدهم. این کاری تو واقع فرهادت عدالت رو در عالم در دل من برباد داد. من خواهرم رو از دست اون پلیدان میگیرم، تو زحمت نکش. بهترش تو در فکر روزگذرانی حیات دروغینی خودت شو. سرکمیسر، من از آنها شرم میدارم. نامی که اول آمده از من برادرم را برد، سپس نامی تازه مرا. من قسم خورده بودم که از راه آموزانده پدرم میروم. از گلوی من یک لقمه حرام نگذشته است. من به دارایی های حرامی نمیک دست نرساندم. ببین، من به خاطر تازه زیستنم عائله خودم را کشتم. مادرم، برادرم، خواهرم را در دلم گراندم. آدم نمیتواند که عائله و قسمتش را انتخاب کند. اگر برادری من به مثل پدرم میشد، پس حالا سری من خم زده نمیگردید. اکنون خود فکر کرده انتخاب کن. با من باور میکنی و یا روی تافته از اینجا میروی؟ چقدره که میخواهی شستن گیر. هر باره که چشمانت را بپوشی دستان خانوادت پیش نظرت میآید. مرا تنها گذار. تازه کنی بس میرویم. با کجا؟ زود باش. هر یک قدمت و هر یک سوالت به تو گران میافتد. فرهاد، تو باید با من بگویی که با کجا میبری مرا. تو خاموش از پس من آمدن گیر. محافظ گفت که در اینجا یک زن و مرد بودند. آنها کی بودند نمیدانی؟ نمیدونم، یاد ندارم. جناب، چطور یاد نداره؟ کی شما رو به این حال گرفتار؟ جناب پلیس، کدام یک آواره‌گرد مرا زد، مناقشه کردیم، زن و زنی کردیم، انا من با چنین حال گرفتار شدم. تو با چنین حال میخواهی که ماشین رانی؟ اگر ناخست فشارت پس شود چی میشود اگر تو ماشین رو اداره کردن نتوانی؟ تو هر دویمون را کشتن میخواهی؟ تقدیر. جناب، اگر شما با عریضه مراجعت کنید، پس ما از روی شناسنامه ها جستجو را آغاز میکنیم. شما عریضه می نویسید. لازم نیست. از ماشین پروتکل بیانات را وارد. جناب، تنها 2-3 دقیقه وقت شما را میگیرم. به تو گفتم که نگاه کن. نگفتم. تو این آدم را فراموش میکنی. با من دیگه چطور فراموش کنم؟ اگر از ترسی تو من او را فراموش کنم هم از دلم برآورده نمیتوانم. من با او عاشقم، میفهمی؟ اگر یگان وقت این کاری منو تو به انجام رسد، من با سینان حیات خوشبختانه خواهیم ساخت. شوهری من باشد، سینان میشود، فهمیدی؟ خانم دکتر، من یک بار سخن میگویم. مادامی که تو بی عقلی، پس بار آخرین به تو میفهمانم. تو درباره آن نفری که من میگویم فکر خواهی کرد، آن نفری رو که من میگویم دوست خواهی داشت. تو دیگر دل و عقل نداری، فهمیدی؟ من حل میکنم که تو به کجا قدم میگذاری و به کدام طرف میگردی. تمام و سلام. تو بیماری یا دیوانه؟